بنا شد الان چیکار کنیم؟ این که تو به دوستی بین مثلا به رفاقت بین یه دختر پسر اعتقاد داری؟ اعتقاد نه، واقعا در ذات قضیه میدونم که مشکلات و معضلات زیاد پیش میاد، برای همین خیلی تو ذهن من نمی گنجه که یه دختر و پسر بتونن خیلی راحت و روون با هم دیگه دوست باشن، با توجه اونم به چیزایی که من دارم میبینم میشنوم، اطرافیانی که حالا مثل دوست اقوام میبینم و اتفاقاتی که میفته. فکر نمی کنم هیچ وقت از توش بتونه یه چیز اصولی و درستی در بیاد. من اعتقاد ندارم واقعا میشه. خب مثلا چه مشکلاتی به نظرت میتونه پیش بیاد؟ ببین به عنوان یه پسر بود. مشکلات نیست. ببین پسرها کلا دختر رو خیلی اونجوری که باید و شاید قبول ندارن دیگه. یعنی توی جامعه به دختر اونجوری که ارزش داره نگاه نمیکنن، به شکل دیگه ای بهش نگاه میکنن و این باعث میشه که اون سیستم رفتاریشون باهاشون ابزاری طور میشه. یعنی طرف مثلا میگم یه دوستی داره دختره، خب دختره دوست پسرم داره، خب به این باید احترام بذاری دیگه. چطوری تو وقتی دوست پسرت مثلا یه دوست دختر داره مثلا به اون میگی دیگه خواهرم و برادرم و فلانم، مثلا اصلا هیچ سمت و سوش نمیری. خب این دوستی هم که دختره و دوست پسر داره تو همونقدر باید ارزش قائل باشی برای اون حریمی که دارن این دو نفر دیگه، یا حالا نزدیکش نشی یا حداقل حسی نداشته باشی. چون تو وقتی حس داشته باشی به نفر، آه ناخواه بهش این حسو یه جوری میرسونی. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی طرف از رفتارت میفهمه. از حالا اون که کم داره که قشنگ علنا مثلا با 4 تا شکلک و داستان نشون میده. مثلا دختری یه استوری ناراحت که میذاره سری آخه عزیز دلم چی شد؟ این عزیز دلمو چرا مثلا به این میگی ولی به دوست دختر دوستت چرا نمیگی عزیز دلم؟ به خواهر رفیقت چرا نمیگی عزیز دلم؟ میترسی از اون پسره، کلا داستانو خط میکشی دورش دیگه. خب اینم باید همینجوری باشه دیگه، باید اون حریمش رو رعایت کنه، ولی نمیکنه این کارو. یعنی یه جوری نشون میده بک‌گراند کار که من انگار مثلا به تو حس دارم، حالا اگر اتفاقی هم افتاد من هستم. آره خب این به اون دختر یه آسیبی میزنه، به رابطهش آسیب میزنه، به خیلی موارد به نظر من بدی رو ایجاد میکنه و متاسفانه تعدادش یکی دو تایی نیست. مثلا نسبت به درصد کل مثلا جامعه شاید به نظر 80% این رفتار رو نشون میدن که چرا مثلا نه چرا نه که حسی در من هست نسبت به تو که اون حسه فعلا تو آب نمک خوابیده و هر وقت آماده به رزم شدی به قول معروف من اونو اجرایش میکنم. خب این حس ناامنی به نظر من ایجاد میکنه، هم برای منی که پسرم یا میدونم خب مثلا یه نفر مثل دوست دخترم ممکنه حتی به قول معروف با دوستای خودش شکل رابطهش یه دفعه تغییر بکنه، حتی مخفی. میدونی یعنی تو ذهن خودشون یه اتفاق بیفته و خب این برام رابطه من ایجاد ناامنی میکنه. ممکنه من تو قسمت تلخ رابطه خودم باشم، تو چالش باشم، در حین اینکه داریم سعی میکنیم از این داستانه بگذریم، به جای تلاش برای عبور از چاله این آب به قول معروف از جهت دیگه اصلا گریز بزنه بره. برای همین من خیلی نمیتونم با این داستان کنار بیام. حالا تو میگی میشه؟ خیلی بستگی داره، ولی برای ما دخترها خب به نظرم پسرها خیلی نمیتونن اینو داشته باشن. چون من حالا خودم قبلا خیلی دوستای پسر داشتم و خیلی برام عجیب بود، چون خب من خودم توی رابطم برم یا بودم دوستای پسرم هم کنارم بودن و خیلی مثلا راحت میگفتم مثلا دوست پسر من ایشونه اینا و من خیلی اوکی بودم که حتی مثلا آشنا کنم دوستم با دوست پسرم. ولی خب برعکس اونا وقتی میرفتن تو رابطه‌شون رو با من خیلی کمرنگ می‌کردن. خب و به نظر من هر عملی که تو انجام میدی بر اساس ذهن خودت انجامش میدی و دوباره همون دوستم وقتی کات میکرد دوباره مثلا میخواست توی زندگی من پررنگ بشه. خب ببین من اینو کاملا درک میکنم که تو باید حتما به پارتنرت اول احترام بذاری و اگر اون دلش نخواست که تو با من به عنوان یه دختر رفیق باشی قطعا اونو باید اول اولویت قرار بدی. ولی
اینو متوجه نمیشم که اگر من احساس کنم که دوست پسر من دوست ندارم، من با فلان دوستم دوست باشم، اولا سعی میکنم بفهمم چرا، و اگر به دوست پسرم حق دادم اینو به دوستم توضیح میدم، چون دوستی یعنی همین که ببین من قطعا دوست پسرم برام مهمه و نمیخوام ناراحت بشه، به هر دلیل از تو خوشش نمیاد و من خوشحالی اون برام مهمتره و نمیخوام مثلا نمیتونم با تو دوستیمو ادامه بدم. ولی اینکه یه دفعه اونو بلاک بکنم یا قطع ارتباط بکنم، این یعنی از سمت من هم دوستی نبوده، چون تو هیچ وقت نمیای، من هیچ وقت نمیام دوست دخترمو یا بلاک کنم چون دوست پسرم خوشش نمیاد. قطعا با دوستم توضیح میدم که ببین چون منو دوست داری و من میدونم رابطه من بر تو هم مهمه و الان چون دوست پسر من با تو اوکی نیست، من رابطه‌ام با تو کم رنگ میکنم. ولی اینکه تو یه دفعه مثل اینه که نمیدونم آدم یه زن داره بره یه زن دیگه بگیره، خب بعد زنش که بفهمه اون طرف رو سری بلاک میکنه دیگه. وقتی الان این مدتی که اومدم اینجا و حالا از نزدیک دوستامو دیدم و باشون ارتباط داشتم، دیدم که دوستای پسرت هر چقدرم بدونن که تو حسی بهشون نداری، چون میگم دخترها خیلی موضعشون مشخصه، یعنی من فکر میکنم اکثر دخترها اینجوری باشن که یا به تو حس دارن یا ندارن. نمیتونه یه دختر تو داداشش و رفیقش باشی، میتونه بدونه که تو دوستش داری ولی به روش نیاره، ولی خودش نمیتونه تو رو دوست داشته باشه به روش نیاره. به نظر من ممکنه حس کنه که تو بهش حس داری ولی ایگنور بکنه این موضوع رو، ولی خیلی کم پیش میاد یه دختری از یه پسری خوشش میاد بهش بگه تو رفیقمی، چون اصولاً پسرایی با یه دختری رفیق بود و اون دختر بهش اوکی بده، پسر بعدش نمیاد. خب من اینو میگم این مدت خیلی قبول دارم و فهمیدم که دقیقاً رفیق پسرت کسی بوده که از تو خوشش میاد ولی این حس و این موقعیت رو از طرف تو ندیده. حالا این نیستش که منتظره که تو سینگل بشی، چون آردی تو وقتی هم سینگل بودی این رفیقت بوده، ولی این حس رو چون از سمت تو ندیده و نمیخواد کامل با تو دیسکانکت بشه، به عنوان رفیقت هستش. ولی خیلی برام جالب بوده این مدت که مثلا همون رفیقای پسرت اگه بفهمن یا ببینن تو رفتی تو رابطه یه گاردی میگیرن. خب خیلی کم پیش میاد، به قول خودت مثلا شاید 90% رفیقات گارد میگیرن یا شروع میکنن اون پسر رو بخوان ای بالا پایینش بکنن، اینکه آقا مثلا این به دردت نمیخوره فلان بیسار. خب ولی به نظر من قبلا خیلی اوکی بود و فکر میکردم به عنوان دختری که خب کاراکترم یه جوریه که بیشتر دوستان پسر بودن، الان دیگه خیلی به این موضوع اعتقادی ندارم، چون میگم آدما شاید از دور بتونن یک نمایشی رو ادامه بدن ولی وقتی بهشون نزدیک میشی خب و اون فرصتی ایجاد میشه که طرف دیگه وقت بهره برداریش از یک داستانه دیگه الان وقتشه دیگه، و اون وقت رو اصولا این مدت دیدم کسی از دست نداده. خب و در کل نه فقط توی ایران، به نظر من همه جای دنیا به قول بابام همیشه یک طرف داستان حس داره. اصولا اون یک طرف داستان پسره، چون میگم دخترها خیلی به خاطر احساساتی بودنشون اگه از تو به عنوان رفیقش یه دختر خوشش بیاد، تو یه جوری به تو همه جوره میرسونه که من تو رو دوست دارم، حالا شاید دوست نداشته باشه دامپ بشه و بیاد مستقیم بگه که تو اگه گفتی نه بخواد تحقیر بشه پیش خودش، چون اصولا دختر پسر خواهان دختر خواسته میشه. ولی پسرها خیلی قشنگ میتونن احساساتشون رو کنترل بکنن، تو به عنوان رفیقشون باشی، میدونم این هست ولی خب دسترسی بهش ندارم چون خودش نمیخواد، حالا اگه هم بخوام مطرح بکنم رفاقترم از دست میدم. ولی این نیست که مطلق یک حس رفاقت طوری باشه. ببین روابطی که کاملا تو چارچوب خیلی محترمانه است، یعنی چه دوست پسر من باشه چه نباشه یک سری حد و حریما رعایت میشه، شوخی‌ها توی چارچوبیه، مدل صحبت کردن توی چارچوبیه، اینو قبول دارم. خب یعنی یک فاصله ای هست، ولی اون رابطه ای که یارو میگه داداشمه و رفیقم و شب خونش میخوابه و هزار تا رابطه ای دارن با هم که آدم با برادر خودش هم شاید به اون شدت نزدیک نیست. منم الان به این دیگه اعتقاد ندارم به عنوان یه دختری که خب خودم همیشه خیلی اعتقاد داشتم که چرا یه دختر پسر میتونن کاملا با هم رفیق باشن و هیچی هم نباشه. خب بله منظور منم همین دیگه. گفتم ببین
توی شکل و فرمت حال حاضر، حالا این چیزی که من و تو صحبت میکنیم چون من پسرم تو دختری ممکنه اصلا دیدمون هم یکم متفاوت باشه، چون منم معتقدم که دخترها این ارتباط یک به یک دختر و پسر از کانال دختر به پسر و از دید دختر به پسر از دید پسر به دختر فرق میکنه. What is that? پسر یه شکل دیگه داره به داستان نگاه میکنه، ولی دختر یه شکل دیگه داره نگاه میکنه. دختر واقعا شاید به شکل یه دوست نگاهش میکنه، شاید عین دوست دخترش نگاهش میکنه، شاید عین مثلا یه نفری که میدونی دختر چجوری نگاه مثلا میکنه؟ پسر خاله، مثلا نمیدونم واقعا چی بهش میگه. دختر از پسری که حامیشه رفیق خوبیه ولی تایپش برای دوست پسرش نیست. آره این چه رفیقه؟ مثلا به قول تو برادر توری. نه برادر توری نیست. برادر میگم دختر عاشق اینن که یکی حامیشون باشه. خب اون رفیق پسرت همیشه حامی خیلی خوبیه، آدمی که خیلی درکت میکنه. چرا؟ چون منافعش با تو در معرض خطر نیست، یعنی ساید توه همیشه. خب و تو به عنوان یه دختر اینو متوجه نمیشی که آقا این اگه بخواد دوست پسرت بشه شروع میکنه سر همون چیزایی که الان با تو یک ساید خودشو میجنگه، سر ساید خودش. ولی خب تایپت هم نیست به عنوان دوست پسرت. حالا میتونه ظاهری باشه، میتونه شغلش باشه، هر چیزیش که هست، تایپت نیست بخواد دوست پسرت باشه. ولی اون امنیت رو، اون احساس خوبه رو به عنوان یه حامی از اون مرد میگیری و اون میشه رفیقت برای تو به عنوان یه دختر. خب این همیشه به نظر من نمیتونه چیز خوبی باشه. اگر تو از یه نفری سیستم حمایتی و حامی بودن رو بگیری، اون ممکنه اون که دانش صد این کارو نداره که میاد یک طرفه هر جانبدارانه به تو حق میده، میگه خب مثلا دوست پسرت به تو میگه نرو با دوستات بیرون، چه اشتباه مثلا بدی میکنه، نباید این کارو بکنه، فلان میکنه. به قول تو اگر خودش دوست پسرش بود باز اونم همین کارو میکرده، ولی چون داره توی ساید مخالف و ساید تو در واقع به تو حس خوب میده، اون خودش یه آسیبی میزنه به اصول اولیه ارتباط تو با دوست پسرت دیگه. پس بازم به نظر من جوابش شدنی نیست، یعنی بازم آسیبزاست. و میگم متفاوت باز هم از نگاه یک پسر به دختر. این درسته که داره حمایتگرانه میگه، ولی به نظر من بعد از این یک پله بعد از این حمایتگرانه یه حس دیگه هم توش هست که اون چیز خیلی خوشایندی به نظر من برای هیچ دختری فکر نمیکنم بتونه باشه. اینم نمیگم صد همه یه پسرا اینجوریه، نه میگم عمده یه پسرا اینجوریه، طبیعتشون هم شاید هست نمیدونم، ولی به نظر من مثلا از 100 تا حداقل 80 تا پسر وقتی با یه دختر دوستن و رفیقن و هر چیزی، اگه دیگه خیلی دارن بهش مثلا توجه میکنن، اون توجه قطعا توش یه حس هم هست، قطعا توش یه خواسته هایی هم هست که به وقتش و به جاش رو میشه. حالا همیشه قرار نیست مثلا من به اون مثلا میگم اگه دوست دختری دارم هی بگم خب پس من اینو میخوام، اینو اینجوری انتظار از تو دارم. بالاخره تو شرایط مختلف مثل اینکه مثلا تو وقتی که دست این نفر رو باز بذاری دزدی بکنه، یا اینکه نه یه جا توی اتاق بذاریش و بگی نه هیچ وقت دزدی نمیکنه. درست شد؟ ممکنه تو شرایط خودش این اتفاق پیش بیاد وقتش به وقتش. برای همین من فکر نمی کنم حالا حداقل تو ذهنیت من از توی این داستان چیز خیلی خوبی در بیاد بیرون، ولی خب ممکنه که بازم تو شرایط دیگری این اتفاق بتونه خوبم بیفته. تو نظری نداری؟ خب من نظرم گفتم به نظر من قبلا اینجوری بود که چرا میتونه یه رفاقتی باشه و الان هم با توجه به اینکه خب دوستامو خیلی وقتا از دور میدیدم، باشون صحبت میکردم، اصولا همیشه تو رابطه‌ای بودم که خب میگم این بار که برام پیش اومد فرصت این شد که من از نزدیک خیلی چیزا رو ببینم، خب متوجه شدم که نه، همونطوری که میگم قبلا هم گفتم، دختر میگم وقتی حتی میتونه از تو خوشش نیاد ولی برای تو کر بکنه، دلش بسوزه، یه حس مادری از بچگی تو ما دخترها هست، چون اصلا بچگی عروسک بازی میکردیم. ولی پسره باید حتما خیلی از تو خوشش بیاد که بخواد اینقدر برات کر بکنه و پاشه برات کاری بکنه و اینا. پسره که به نظر من این چیزی که این مدت دیدم، چون من خیلی از رفیقامو الان بلاک کردم، چون وقتی میبینی که خب تو وقتی یه دوست، من خودم دیدم این بود که عین داداشمه یارو، نه اینکه بگم حسم بهش عین برادرمه، یک حامی عین یه برادر بدون چشمداش وای میسه پشت تو و کنارته، یه همچین منظوری دارم. خیلی کم پیش میاد دارم رفیق اینجوری،
ولی میگم از 10 تا شاید 2 تاشون اینجوری در اومدن. پسره اصولا اینه که تو رو خیلی دوست داره ولی میدونه اگر بخواد وارد یک فاز دیگه با تو بشه، چون تو بهش میگی نه، کلا از تو بیخبر میشه و تو میشی یعنی دیگه رابطه قرار نیست باشه، پس ترجیح میده همون گوشه کناره یه گوشه بمونه، خب به عنوان رفیقت. ولی میگم اینم دیدم که مخصوصا پسرا، چون ما دخترها خیلی موضعمون مشخصه، من از یه پسر خوشم بیاد اصلا دلیلی نداره بخوام خواهر طور باهاش رفتار بکنم. خب اصولا میگم چون دخترها انتخاب میکنن دیگه. خب یه دختر شاید فکر نکنه که مثلا الان اگه به این بگه این میگه نه، ما دخترها اصولا پیش خودمون فکر میکنیم چرا بعد یارو از خداشم باشه، پس اگه از کسی خوشمون بیاد ترسی نداریم که طرف بخواد مثلا نباشه، بگه نه. واقعا یکی تایپمون نیست، یکی ممکنه یکی خیلی خوب باشه، خیلی مهربون باشه، خیلی به عنوان رفیق دوستش داشته باشیم، ولی دوست پسرمون نمیتونیم ببینیم یارو رو، نمیتونیم حتی بذاریم یارو دستمون رو به عنوان مثلا دوست پسر بگیره. ولی خب پسرا نه، من این چیزی که دیدم از تو خوشش میاد ولی میدونه که اگه بیاد مطرح بکنه اون رفاقت هم از بین میره، پس به عنوان یه رفیق یه گوشه کنار میمونه. میگم من اگر یک رابطه توی چارچوبی باشه خیلی محترمانه، مثل 2 تا همکار، مثل دوست، کاملا یه دیستنسی بین این 2 تا آدم باشه، اینو نمیگم ها، ولی رفاقت رو نمیدونم، این که من اگه حالم بده زنگ بزنم بهش گریه کنم اون دلداریم بده، اگه اون حالش بده زنگ بزنه به من پاشه بیاد منو ببینه اینا قطعا یک حسی هست و من اینو دارم میگم که همیشه خودم بحث میکردم سر این موضوع. یا آقا نه، برای چی مثلا تو اینو میگی؟ این رفیقمه، تا حالا هم به من پیشنهاد نداده، در صورتی که خب پسرها خیلی باهوشن، میدونن که یه دختر اگر میخواستش به عنوان پارتنرش خب یه ساینی نشون داد، به قول خودشون یه کرمی میریخت، پس دختره نمیخوادت، پس تو میای مثل یه رفیق یه گوشه کنار میمونی، نقش حامی رو داری، نمیگم حتی نقش بازی میکنی یا نقش حامی رو داری، ولی چون دختره رو دوست داری این کارو میکنی. خب ولی یه چیزی که متوجه شدم اینه که واقعا به خاطر یه رفیق آدم هیچ وقت نباید بیاد توی رابطش داستان درست بکنه، چون میگم ما خیلی وقتا ما دخترها اینجوریم که مثلا میریم پیش دوست پسرمون، دوست جنس مخالفمون درد و دل میکنیم، مثلا که آقا آره اصلا دوست پسرم اینجوری کرد، بعد اون همه حقو به ما میده، میگه که عجب بیشوریه، چجوری با تو این رفتار رو میکنه، من اگه یکی مثل تو رو داشتم میذاشتمش روی سرم فلان بیسار. ولی خب ما دخترها باید اینو بدونیم که اون الان داره تو پوزیشن اینو میگه که دوست پسرت نیست، شاید اگر کاری که تو با دوست پسرت کردی و اتفاقی که بینتون افتاده بین تو با این آدم میافتاد، این خیلی بدتر از دوست پسرت ریاکشن نشون میداد و الان چون منافع خودش وسط نیست اینجوری داره هوای تو رو گرفته و مثلا پشت تو در اومده. چون میگم من خودم چون خیلی حامی این بودم که آقا نه اینقدر آدما نباید به هم جنسیتی نگاه بکنن، ولی خواه یا ناخواه ما کاری هم حتی به ایرانش نیست. من توی دوستای کانادایی من اینو دیدم که طرف وقتی سینگلی انگار خوشحال میشه که آخ چون مثلا کسی کنارت نیست. حالا این نیست که نشسته تا تو سینگل بشی بیای به پیشنهاد بده، ولی شاید منتظر تا تو اونم ببینی اونجا وایساده. نظر من این. بکنم پس تقریبا نتیجه اینه که جفتمون حالا با درصدای متفاوتی نسبت به این قضیه حسی داریم که خب خیلی شدنی نیست عمیقاً اتفاق بیفته. درسته؟ آره. آره. خیلی من